نام خداوند مهربان. بینندگان گرامی سلام. آرزو دارم اوقات خوب و خوشی داشته باشین. در این ویدیو قرار است یکی از روش‌های فعال و مشارکتی آموزشی، روش جیگساو را برای شما معرفی کنم. روش جیگساو یادگیری را در قالب کار گروهی و در یک فضای سرگرم کننده فراهم می‌کند. در این روش هر شاگرد مسئول یادگیری یک بخش خاصی از یک موضوع بزرگ می باشد و سپس همین موضوع را برای همگروهی های خود آموزش میده. نام این روش از بازی پازل جیگساو گرفته شده، همانطور که هر قطعه پازل یک بخشی از تصویر کلی هست. در اینجا هر شاگرد یک بخش کوچک از موضوع را یاد گرفته برای همگروهی های خود آموزش میده تا که در اخیر یک تصویر کلی از یک موضوع ساخته شود. این روش در تمام رده‌های سنی و در تمام سویه‌ها قابل تطبیق می باشد، اما انتخاب موضوع مهم است. موضوع باید طوری باشد که قابل تقسیم بندی و بخش‌های کوچکتری را داشته باشد. روش اجرای متد جیگساو در صنف شامل چندین مرحله هست. مرحله اول تشکیل گروه‌های اصلی که در این مرحله استاد شاگردان صنف را به 4 یا 6 گروه تقسیم میکنه که به همین گروه‌های اصلی یا گروه‌های جیگساو که اعضای اصلی تیم هسته یاد میکنه و کوشش بر این هسته که تعداد شاگردان در تمام گروه‌ها مساوی باشد. مرحله دوم تعیین وظایف هست که در این مرحله استاد محتوای آموزشی را نظر به تعداد اعضای گروه‌های اصلی تقسیم بندی میکنه، طوری که برای هر عضوی از گروه اصلی یک بخش داده میشه. مثلا استاد موضوع نباتات در صنف 4 به اساس متد جیگساو تدریس میکنه. در ابتدا گروه‌های اصلی را تشکیل میده، طوری که در هر گروه اصلی 4 شاگرد می باشد. سپس محتوای آموزشی را به 4 بخش تقسیم میکنه و برای هر عضوی از گروه اصلی یک بخش داده میشه تا که مطالعه کنه و یاد بگیره. مثلا عضو 1 ریشه، عضو 2 ساقه، عضو 3 برگ، عضو 4 گل. بعد از اینکه تعیین وظایف صورت گرفت، یک مدت را شاگردا موضوع خود به صورت انفرادی مطالعه کرده و دربارش فکر میکنه. در مرحله سوم تشکیل گروه‌های تخصصی هست که در این مرحله شاگردا از گروه‌های اصلی خود جدا شده با شاگردای دیگری که دارای عین موضوع هست با همدیگر یک جا شده و یک گروه تخصصی را تشکیل میده که در این گروه با همدیگر روی موضوع بحث کرده، تبادل نظر کرده تا که هر کدامشان در رابطه با موضوع تسلط کامل پیدا کنه. زمانی که اینها یاد گرفتن و تسلط در رابطه با موضوع کسب کردن، دوباره برمیگرده به گروه اصلی خود. در مرحله 4 تشریح به گروه اصلی به هم‌تیمی‌های اصلی می باشد که بالترتیب تمام اعضای گروه اصلی موضوعات خود تشریح میکنه و همه‌شان یاد میگیره. در مرحله نهایی هم استاد یک ارزیابی را از صنف انجام میده تا که میزان یادگیری شاگردان را دریافت کنه. مزایای روش جیگساو: در این روش هر شاگرد مسئول هست که یک بخش از مطالب یاد بگیره و به دیگر هم گروهی هایش آموزش بده که این سبب افزایش مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس و تمرکز شاگردان میشه و همچنان یادگیریشان عمیق‌تر و پایدارتر صورت میگیره. و از طرف دیگر در این روش شاگردان در گروه با همدیگر کار میکنه، به یکدیگر گوش میده و همچنین به همدیگر کمک میکنه که سبب تقویت مهارت‌های اجتماعیشان میشه. محدودیت‌های روش جیگساو: اگر یک عضوی از گروه‌های اصلی موضوع خود خوب یاد نگیره، در این صورت یادگیری هم‌تیمی‌هایش هم متضرر میشه و اجرای این متد برای موضوعات مناسب هست که قابلیت بخشبندی به موضوعات کوچکتر را داشته باشد. نیاز به زمان و مدیریت قوی از طرف استاد داره.
و تعداد نابرابر بودن شاگردان در گروه های اصلی. زمانی که استاد میخواید گروه های اصلی را تشکیل بده، امکان داره که تعداد از شاگردان مساوی نباشه و یک مشکلی برای استاد ایجاد کنه. مثلا استاد میخواید که 4 گروه اصلی 4 نفره را تشکیل بده، در حالی که تعداد مجموعی شاگردان صنف 17 نفر هست. در این صورت راه حل این هست که یکی از گروه ها را 5 نفره در نظر بگیره و در زمان تعیین موضوع در همون گروه یک شاگرد ضعیف و یک شاگرد لایق عین موضوع را بده و زمانی که میخواید موضوع را به همتیمی هایش تشریح کنه، اگر شاگرد ضعیف موضوع را تشریح میکرد، شاگرد لایق او را کمک کنه. و همچنین اگر موضوع گسترده بود، در این صورت 2 ساعت پی در پی استاد در نظر بگیره که در 1 ساعت درسی نصف از گروه موضوعات خود تشریح کنه و در ساعت درسی دیگر نصف دیگری از گروه موضوعات خود تشریح کنه. به صورت خلاصه روش جیگسا یک روش مؤثر برای ایجاد یادگیری پویا و مشارکتی هست که در این روش شاگردان با همکاری هم یاد میگیره و یکدیگر خود کمک میکنه تا که به هدف مشترکشان برسه. امیدوارم که این ویدیو برایتان مفید واقع شود. تا اجرای فعالیت بعدی، ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.